سلام به دانش آموزان عزیز. امیدوارم حال همگی خوب باشه. مباحث مربوط به کسر رو دیده باشید، خوب یاد گرفته باشید و تمرینشون کرده باشید. امروز با بخش تقسیم کسر که آخرین مورد از فصل 2 یعنی فصل کسر هست کنار شما عزیزان هستم. توی این قسمت میخوایم اول با روش اصلی حل تقسیم آشنا بشیم. روشی که شما همه جا و برای همه موارد میتونید ازش استفاده بکنید. در ادامه 2 روش فرعی یا میانبر یا تستی با همدیگه یاد میگیریم که البته این 2 روش همه جا قابل استفاده نیستن. بعد میریم سراغ تقسیم عدد مخلوط ها و در ادامه محاسبات با کسر رو یاد میگیریم که یه ظاهر خیلی بزرگی داره. عموم دانش آموزان بهش میگن کسرای غول‌آسا و خیلی هم از حلش میترسن. میخوام یه روش ساده یادتون بدم که خوب یادشون بگیرید و سریعتر و صحیحتر حلشون بکنید. خب بریم که با هم دیگه شروع بکنیم. 2 روش اصلی رو به شما آموزش میدم و بعد 2 روش فرعی رو هم با هم یاد میگیریم. اگر که به ما داده باشن کسر 3/4 تقسیم بر 10/12 این تقسیم رو به ما دادن. برای حلش چی کار باید بکنیم؟ توی روش اصلی ما باید کسر اول رو بدون تغییر بنویسیم، یعنی 3/4 رو بدون تغییر می نویسیم. علامت تقسیم به علامت ضرب تبدیل میشه و کسر دوم رو معکوس می کنیم. معکوس کردن یعنی چی؟ یعنی جای صورت و مخرج رو عوض می کنیم. این که 10/12 هست ما باید معکوس کنیم و بنویسیم 12/10. خب الان شروع می کنیم به مانند یک ضرب باهاش رفتار کردن. این دیگه ضربه و ما میتونیم همون کارایی که دقیقاً روی ضرب کسر رو انجام میدادیم انجام بدیم. الان میام ساده میکنم ببینم ساده میشه یا نه. خب میبینم 4 و 12 میتونن ساده بشن، هر دو میتونن به 4 تقسیم بشن. 12 تقسیم بر 4 میشه 3 و 4 تقسیم بر 4 میشه 1. چک میکنم آیا باز هم میتونم ساده کنم. خب 10 و 3 که با هم ساده دیگه نمیشن، 10 و 3 هم ساده نمیشن. ضرب میکنم و مینویسم 3 تا 9 تا یه 10 تا هم 10 تا میشه 9/10. سراغ تقسیم عدد مخلوط. اگر که به ما داده باشن تقسیم 1/4 تقسیم بر 2/5 باید به این نکته توجه داشته باشیم که همونطور که برای ضرب عدد مخلوط ما باید اول از همه عدد مخلوط رو به کسر تبدیل کنیم، برای تقسیم عدد مخلوط هم حتما باید عدد مخلوط رو به کسر تبدیل بکنیم تا بتونیم عملیات رو انجام بدیم. الان من میام 1/4 رو به کسر تبدیل میکنم. 12 تا 12 تا به علاوه 4 تا میشه 16. می نویسیم 16/12 تقسیم بر 6 تا 12 تا با 5 تا میشه 17 تا 17/6. خب الان باید بریم دیگه سراغ حل کردن تقسیم با قاعده های تقسیم. گفتیم برای حل کردن تقسیم باید کسر اول ضرب در معکوس کسر دوم بشه. خب میایم الان کسر اولمون که 16/12 هست رو می نویسیم. علامت تقسیم به ضرب تبدیل میشه 6/17. خب الان دیگه ما مثل یک ضرب باهاش رفتار میکنیم. برای حل کردن ضرب کسر می اومدیم ساده میکردیم. اینجا هم به همین صورت ساده میکنیم.
ببینید الان ما هم میتونیم 16 و 12 رو به 4 ساده بکنیم و هم میتونیم 12 و 6 رو به 6 ساده بکنیم. حتی میتونیم 12 و 6 رو به 2 ساده بکنیم یا به 3 ساده بکنیم. ببینید هیچ تفاوتی نمیکنه. ممکنه بعضی وقتا تقسیم کردن به عددهای کوچکتر تعداد مرتبه های تقسیم ما رو یا عملیات ما رو بیشتر بکنی، ولی در نهایت هیچ تفاوتی نمیکنه. مهم این هست که ما تا حد امکان ساده بکنیم. خب من الان میام 16 و 12 رو دوتایشون رو به 4 ساده میکنم. 16 تقسیم بر 4 میشه 4، 12 تقسیم بر 4 میشه 3. مجدد 3 و 6 با هم ساده میشن به 3. 3 میشه 1 و 6 میشه 2. خب الان دیگه امکان ساده کردن 2 با 17 و 4 با 17 وجود نداره. میام ضرب میکنم، 2 4 تا میشه 8 تا و یه 17 تا هم 17 تا و پاسخ تقسیم ما شد 8 17. اما حالا بریم ببینیم که روش فرعی تقسیم کسر چیه. ببینید توی روش اول فرعی ما یه شرط داریم. شرط ما چیه؟ ببینید اگر که به ما داده باشن 6 12 تقسیم بر 5 12. روش فرعی اول من اینجا می نویسم. روش فرعی اول به ما میگه که شما هر زمانی که توی تقسیم کسر مخرج‌هات با هم برابر بودن میتونی برای حاصل صورت کسر اول رو در صورت بنویسی و صورت کسر دوم رو در مخرج که بشه 6 پنجم. ببینید شما از این روش فقط میتونید زمانی استفاده کنید که مخرج‌های دو تا کسری که با هم تقسیم شدن برابر باشن. در غیر این صورت نمیتونید از این روش استفاده کنید. و اینکه آیا این تقسیم رو شما میتونید با روش اصلی حل کنید؟ بله قطعاً میتونید. فقط یک روش میانبر یا یک روش ساده ای هست که در بعضی موارد میتونید ازش استفاده کنید. و روش فرعی دوم به چه صورت هست؟ روش من اینجا براتون می نویسم. روش فرعی دوم به این صورته که اگر من داشته باشم 5 18 تقسیم بر 3 2. خب ببینید الان من این تقسیم رو دارم. من یه نگاه به تقسیمم میکنم ببینم آیا میتونم مخرجهاشو یکی بکنم، شبیه هم دیگه بکنم. میبینم که آره اگر که من 2 رو ضرب در 9 بکنم، 3 رو ضرب در 9 کنم مخرجش میشه 2 9 تا 18 تا. پس مینویسم 5 18 تقسیم بر 3 9 تا 27 تا و 2 9 تا 18. الان مخرج‌های ما مثل هم شد. چون الان مخرج‌های ما شبیه به هم دیگه شد، میام صورت کسر اول که 5 هست رو در صورت و صورت کسر دوم که 27 هست رو در مخرج می نویسم و حاصل میشه 5 27. این هم روش فرعی دوم هست که فقط و فقط جایی کاربرد داره که ما بتونیم مخرج‌ها رو شبیه به هم بکنیم و به این صورت حلش بکنیم. باز هم تاکید میکنم اینها روش‌های میانبر هستند و شما همه اینها رو میتونید با استفاده از روش اصلی هم حل بکنید و هیچ تفاوتی نداره. و اما محاسبات با کسر. همونطور که میبینید توی قسمت محاسبات با کسر ما با یک کسر بزرگی روبرو هستیم که در صورت اون یک کسر و در مخرج اون کسر جداگونه‌ای وجود داره. برای اینکه ما بتونیم این کسر بزرگ رو راحت حل بکنیم اول میایم جداگونه صورت رو به دست میاریم، مینویسیم جوابش رو اینجا، مخرج رو به دست میاریم جوابش رو مینویسیم اینجا و صورت رو بر مخرج تقسیم میکنیم. چرا؟ چون خط
کسری به معنی تقسیم هست. بریم که با هم دیگه حلش بکنیم. خب ما اول میایم صورتمون رو که 1 و 1/6 هست به علاوه 2 و 3/8 باید بکنیم اینجا می نویسیم. خب من یه مقدار صفحه رو میبرم بالا که شما راحت ببینید. اگه یادتون باشه توی جمع کسرها بهتون گفتم که باید برای به دست آوردن کوچکترین مخرج مشترک مضرب ها رو بنویسید. من الان میام مضرب های 6 رو مینویسم اینجا. مضرب های 6 رو اینجا مینویسم. 1 6 تا 6 تا 2 6 تا 12 تا 3 6 تا 18 تا 6 4 تا 24 تا و اینجا مضرب های 8 رو می نویسم. 1 8 تا 8 تا 2 8 تا 16 تا 3 8 تا 24 تا که میرسن به یک عدد مشترک 24 هست و مخرجمون رو ما 24 میگیریم. خب 6 باید در 4 ضرب بشه، صورت هم در 4 ضرب میشه. 8 باید در 3 ضرب بشه، صورتش هم در 3. اگر قسمت مربوط به جمع کسر رو ندیدید پیشنهاد میکنم برگردید به اون فیلم رو ببینید تا اشکالات احتمالیتون برطرف بشه. خب ما میایم 1 رو به علاوه 2 میکنیم که میشه 3. 1 4 تا 4 تا 6 4 تا 24 تا به علاوه 3 3 تا 9 تا 3 8 تا 24 تا. من برای اینکه جای بیشتری داشته باشم مضرب ها رو پاک میکنم. شروع میکنیم به جمع کردن. 3 واحد کامل که داشتیم می نویسیم. مخرجمون هم که 24 بود می نویسیم. 4 به علاوه 9 میشه 13. خب پس ما صورتمون حاصل شد 3 و 13 24. من میام اینجا بالا و یه خطی کسری اینجا می نویسم و توی قسمت صورت می نویسم 3 و 13 24. خب و اما بریم مخرج رو با هم دیگه حل بکنیم. من مخرج رو اینجا می نویسم 2 5 15 ضرب در 1 و 4 دهم. خب ما مبحث ضرب کسر رو کامل با هم دیگه تمرین کردیم. اگر که باز اشکال دارید میتونید برگردید کلیپ مربوط به ضرب کسر رو ببینید. برای ضرب کسر ما گفتیم اگر عدد مخلوط داشته باشیم باید به کسر تبدیل کنیم. الان هم میایم و به کسر تبدیل کنیم. 2 15 تا میشه 30 تا 30 به علاوه 5 میشه 35 که میشه 35. 15 ضرب در 10 تا 10 تا با 4 تا میشه 14 دهم. خب الان ما میتونیم ساده بکنیم و بعد حاصل رو بنویسیم. 35 و 15 هر دو به 5 قابل ساده شدن هستند. 35 تقسیم بر 5 میشه 7 و 15 تقسیم بر 5 میشه 3. 14 و 10 هم هر دو به 2 قابل ساده شدن هستند. 14 تقسیم بر 2 میشه 7. 10 تقسیم بر 2 میشه 5. نگاه میکنم ببینم آیا باز هم میتونم ساده بکنم که نمیشه. ضرب میکنم و مینویسم 7 7 49 تا و 3 5 تا 15 تا. خب حاصل مخرج پس بچه ها شد 49 15. من 49 15 رو اینجا می نویسم. 49 15. خب الان برای به دست آوردن پاسخ من باید صورت رو بر مخرج تقسیم بکنم. چرا؟ چون این خط کسری به معنی تقسیم هست. خب راه حل ها رو در آزمون هاتون در امتحاناتون حتما باید نوشته شده داشته باشید. اگر هم من پاک میکنم برای اینکه شما الان واضح تر بتونید نوشته های من رو
بخونید، وگرنه شما عزیزانم هیچ زمان راه حل هاتون رو توی آزمون هاتون پاک نکنید، خصوصا در آزمون نهاییتون. خب میام مینویسم 3 و 13/24 تقسیم بر 49/15. ما توضیح دادیم برای شما که برای حل تقسیم کسر باید عدد مخلوط به کسر. الان ما میایم عدد مخلوطمون رو به کسر تبدیل میکنیم. 3 ضرب در 24 میشه که میشه 72 و 72 به علاوه 13 میشه که میشه 85. پس اینجا مینویسیم 85/24 تقسیم بر 49/15. خب برای حل تقسیم کسر گفتیم باید کسر اول ضرب در معکوس کسر دوم بشه. پس میایم 85/24 رو ضرب در 15/49 میکنیم. خب یه بررسی میکنیم ببینیم که آیا میتونیم ساده بکنیم. 24 و 15 هر دو به 3 میتونن ساده بشن. 15 میشه 5 و 24 میشه 8. خب بررسی میکنیم میبینیم که 85 که دیگه به 8 ساده نمیشه، به 2 نمیشه و همینطور با 49 هم نمیتونیم به عددی ساده کنیم. خب الان دیگه ضربشون میکنیم. 85 رو در 5 ضرب میکنیم میشه 425 و 8 رو در 49 ضرب میکنیم که میشه 392. ببینید همیشه قرار نیست اعداد ما ساده بشن و یک عدد کوچیک بشه حاصل ما. گاهی هم حاصل عدد ما عددهای بزرگ میشه و این هیچ ایرادی نداره. فکر نکنید که اشتباه حل کردید. الان جواب نهایی کسر ما میشه 425/392 و به این ترتیب ما تونستیم این کسر رو حل بکنیم.